خبرهای اقتصادی امروز 12 ینور در پیام تیوی. ریاست بانک ملی تاجیکستان با قرار دیگر از 10 ینوری سال 2023 به تشکیلات قرضی حساب برابرکنی غیر بانکی جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرکزی پرداخت برای فعالیت به صفت اپراتور نظام پرداختی زلطه کرونا به مهلت 5 سال اجازت نامه داد. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک ملی تاجیکستان خبر داد. به اطلاع منبع مقامات نظامی پرداخت موظف شده است که در فهرستی اپراتوران نظامی پرداخت ثبت دخل دار گذارد. جمعیت دارای مسئولیت محدودی مرکزی پرداخت مطابق قانونگذاری فدراسیون روسیه تأسیس یافته فعالیت می‌کند. شرکت مرکزی پرداخت، اپراتور و مرکزی حساب برابرکنی نظام پرداختی زلطه کرونا میباشد. یادآور می‌شویم که در آخر سال 2019 نظام پرداختی زلطه کرونا انتقال پول از روسیه به تاجیکستان را متوقف کرد. سبب ناکامی انتقال مبلغ‌ها در آن وقت پیوست‌شوی مرکزی ملی کارکرد در جمهوری بود. سپس بانک ملی تاجیکستان تاکید کرد که زلطه کرونا تنها در صورت پیوست شدن آن به مرکزی ملی کارکرد در تاجیکستان فعالیت کرده می‌تواند. در شهر نارک 180 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده است که 30 تای آن در سال 2022 ساخته شده است. ساکنان محلی با کار دائمی و موسمی معاش مناسب تامین شده اند. گفته می شود حالا در 120 انشاءاتی به نقشه گرفته شهر کارهای ساختمانی ادامه داشته متخصصان زیادی محلی جلب شده اند. در شهر نارک کارخانه استحصال ریگ و شغل اینچنین قبوری آبگذر به مسافه 2.5 کیلومتر به استفاده داده شده است. پیش بینی شده است که در 5 ساله جاری در نارک 20 کارخانه صنعتی ساخته شود. از 180 انشاءاتی به نقشه گرفته شده 8 بینای معموری، 8 مؤسسه تعلیمی، 6 مؤسسه طبی، 5 انشاءات ورزشی، 2 مؤسسه فرهنگی، 131 مؤسسه خدمترسانی معیشی، اینچنین انشاءات استقامتی، کشاورزی، فراغتی و تجارتی می باشد. مقامات محلی اطمینان داده اند که انشاءات ها تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ساخته به استفاده داده می شوند. استحصال محصولات داروسازی در تاجیکستان 3 برابر افزوده است. در کشور استحصال 540 نمود داروواری به راه مانده شده، حجم استحصال آن در ساحه نسبت به سال 2021 در سال 2022 3 برابر افزایش داشته است. به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی تاجیکستان به اداره‌های دخلدار سپارش داده شده است که جلب سرمایه‌ای مستقیم، گشادن کارخانه‌های معاصر استحصال داروواری و تامین کارکرد وسیع گیاه‌های شفابخش و از جهت اکولوژی تازه به راه مانده شود. گفته می شود در 2 سال اخیر به کشور به مبلغ 84 میلیون دلار دارو وارد شده است. دوام سال گذشته 2022 در حدود ولایت سوغد 3 کارخانه کلان و 16 کارگاه نوی دوزندگی برای استحصال پایافزال به استفاده داده شده اند. در ولایت سوغد قریب 400,000 جفت نوهای گوناگون پایافزال دوخته شده است. به اطلاع خبرگزاری سوغد نیوز این رقم در دوام سال 17.6% یا خود 55,600 جفت افزوده است. گفته می شود که در سال 2022 در ولایت 16 کارگاه نوی دوزندگی و 3 کارخانه بزرگ استحصال پایافزال افتتاح یافته است. به اطلاع منبع کارخانه های دوزندگی به مبلغ 289 میلیون و 300 هزار سامانی محصولات استحصال کرده اند. این نشان دهنده نسبت به سال 2021 37 میلیون و 900 هزار سامانی زیاد می باشد. در مجموع از روی جنبست سال 2022 حجم استحصال محصولات گوناگون در ولایت به 24 میلیارد و 100 میلیون سامانی رسید که نسبت به سال 2021 3 میلیارد و 600 میلیون سامانی زیاد می باشد. سرعت افزایش با نظر داشته ایندکس نرخ 118% را تشکیل داده است. نرخ ارز. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 12 ینور اعلان کرد. طبق نشاندهی بانک ملی تاجیکستان ارزش 100 روبل روسی برای امروز 14 سامانی و 75 درم است. این نهاد قرب میانه فروش 100 دلار ایالات متحده آمریکا در مؤسسه های قرضی تاجیکستان را 1023 سامانی و 64 درم ارزیابی کرده است. بانک ملی قرب میانه فروش 100 یورو را 1098 سامانی و 88 درم ارزیابی کرده است. نرخ طلا. بهای هر اونس طلا در معاملات صبح امروز میان بانک های لندن 1882 دلار و 17 سنت معامله شد.
نرخ نفت خام. نرخ میانه فروش هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های لندن $82 و 86 سنت معامله شد. نرخ میانه هر بشکه نفت خام تحویل ماه آینده در برج های نیویورک $77 و 59 سنت معامله شد.